آقای نامری حاضرین؟ بله، شما چطور؟ من تا 5 میشمرم، بعد شما شروع کنیم. چشم، بشمارین. 5 4 3 2. پس چرا شروع نمی کنیم؟ پس یک چی شد؟ آقای عزیز، یک رو باید تو دلتون بشمارین. اوه، پس اینجوریه. خب لطفاً دوباره بشمارین. 5 4 3 2. سرنوشت عجیبی دارم من. سرنوشتی که شاید باور کردنی نباشه، ولی حقیقت داره. من یه آدم نامری هستم، کسی که نمیشه اونو دید. اما خیال نکنین مادرزاد اینطوری بودم. من یه ایرونیم. البته به شما میگم ایرونی. خیلی جاها خودمو ایتالیایی، اسپانیایی، بعضی جاها که هوا خیلی پسه پاکستانی و هندی هم معرفی میکنم. 20 ساله بودم که از اون مملکت زدم بیرون. نتونستم دوام بیارم. بیکاری، فقر، خشونت و اعتیاد، میدونین دیگه. نمیشد نفس بکشی. بگذارین. گفتنش چه فایده ای داره؟ شما خودتون این چیزا رو بهتر میدونین و هر کدومتونم یه قصه طول و دراز برای خودتون دارین. داشتم میگفتم از اون مملکت اومدم بیرون، اما نه مثل یه آدم معمولی، مثل یه مریض روحی. دیگه از ایرونی بودن خودم بدم میومد. خجالت میکشیدم. روزی که رسیدم امریکا، تو فرودگاه لس آنجلس زانو زدم، زمینشو بوسیدم و به خودم گفتم جفری، تموم شد. وطن بی وطن. خلاصه اینجا موندگار شدم. به هیچکی هم نگفتم ایرونیم. اگه یه ایرونی میدیدم، یا رومو برمیگردوندم یا اصلا میرفتم اون ور خیابون که روم تو روش وا نشه. آخه دیدین بعضی ایرونیا خودشونو لوس میکنن، میان جلوی آدمو میگیرن، میگن آقا شما ایرونی هستین؟ وای که چقدر از این ایرونیا بیزار بودم. همه چیزم به خوبی پیش میرفت تا اون واقعه شوم پیش اومد. دیر وقت بود. رفته بودم سوپرمارکت یه سیگار بخرم. از اونجا که اومدم بیرون، توی پارکینگ شنیدم یه نفر جیغ و داد میکنه و به زبان فارسی کمک میخواد. جلوتر که اومدم دیدم چند تا نالوتی یه پسر ایرونیه رو گرفته بودن و حسابی کتکش میزدن. پسر خونین و مالین شده بود. خجالت میکشم بگم، ولی باید بگم. جیک کم در نمد که هیچی، یواشکی زدم به چاک و برگشتم خونه. به خونه که رسیدم از ترسم اصلا چراغ رو هم روشن نکردم. افتادم روی مبل و با وجدان ناراحت خوابم برد. صدای کوبیدن مشت به در منو از خواب بیدار کرد. به ساعت نگاه کردم، دیدم 3:30 نصف شبه. تعجب کردم. قبل از اینکه بتونم خودم رو از جا بلند کنم و به در برسونم، یه زن نورانی از توی در وارد شد. با دیدن این صحنه خیالم راحت شد. فهمیدم دارم خواب میبینم. خانومه اومد بالا سر من و واسطاد و تو چشام زل زد و گفت خجالت نمی‌کشی؟ یه هموطن تو جلو تیکه تیکه میکنن، از یه هوار کشیدنم دریغ میکنی؟ گفتم بابا من خیلی وقت از ایرونی بودن استفاده دادم. گفت از ایرونی بودن استفاده دادی، از آدم بودنم استفاده دادی؟ بعدش یه خورده فکر کرد و گفت ببین من تو رو نامرئی میکنم که دیگه با ایرونی و قایم موشک بازی نکنی و راحت بری و بیای. صبح که از خواب پا شدم رفتم جلو آینه که ریشمو بزنم. دیدم ای داد بیداد، واقعی دیشب خواب نبوده. فرشته منو واقعا نامرئی کرده. باور نمی‌کنین ها؟ البته فرشته مثل این که میدونست سیبیل چقدر برای ما مرد ایرونی مهمه، گذاشت سیبیله بمونه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، زندگی برام سیاه شده. نه سر کار میتونم برم، نه دوستامو میتونم ببینم. اونقدر شبا نشستم رو به در و گریه‌زاری کردم تا بالاخره یه شب خانم دوباره اومد تو خوابم. بهش گفتم مادام دستم به دامنه، تا کی باید نامرئی باشم؟ گفت تا وقتی که بتونی از ته دل به ایرونی بودن افتخار کنی، اونم نه الکی. باید به من ثابت کنی که چرا به ایرونی بودن افتخار میکنی. قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم به طرف در رفت، برگشت و گفت جعفر خان کلک بی کلک. حالا من از این آقای دانشمند خواهش کردم بذارن من بیام تو برنامه مجله فانوس و سرنوشتم و با شماها در میون بذارم. خانوما، آقایونا، جوونا، ایرونیا، به من بگین به چه چیز ایرونی میشه افتخار کرد. یادتون باشه فقط گفتن کافی نیست. دلیل میخواد. دلیلی که اونقدر محکم باشه که اول خودم بعدم اون فرشته قبولش کنه. خب مثل این که من باید برم. کارگردان از اون ور هی اینجوری میکنه. به امید دیدار. با تمام تلاشی که میشه ساقه از ریشه جدا نمیشه، برگای سبزمون زرد میشه، بهارمون زمستون نمیشه، ایرونی برقراره همیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی
هیچکی مثل ایرونی نمیشه، هیچکی مثل ایرونی نمیشه.